عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دوست عزیز که میخواین وارد بازار بورس و اوراق بهادار بشی. من توصیه اکید دارم، شمایی که وارد این بازار میخواین بشی، اولین کاری که میکنین، نمیگم یکی از اولین کارها، اولین کاری که انجام میدی میای تو صفحه مرورگر خودت و مینویسی TSE TMC اینتر رو میزنی و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران برای تو ظاهر میشه. تمام اون چیزی که برای معامله کردن، برای خرید سهام، برای اینکه بتونی سود کنی در این بازار احتیاج داری، در این صفحه و در این سایت موجود هست و من در این ویدیوهای آموزشی که به رایگان در اختیارت میذارم بهت یاد میدم که از گوشه گوشه این تابلو چطور استفاده بکنی، چطور بتونی سهامی که مستعد رشد هستن، سهام شاخص‌ساز، سهامی که میتونن برات تا 100% در یک بازه زمانی بسیار عالی سودآوری داشته باشن رو بتونی پیدا بکنی، ازشون کسب منفعت بکنی. و بی‌نیازت میکنم از اینکه بخواید داخل کانال‌های تلگرام، داخل صفحات مجازی، داخل تمام اون چیزی که همه دنبالش هستن، به دنبال این بگردی که پولی که با زحمت، پولی که سرمایه زندگیت هستش، پولی که میخوای روش حساب بکنی و سودآوری برات داشته باشه، این رو در شوره‌زار نریزی، بلکه بتونی سهامی رو بخری، شرکتی رو بخری، کارخونه‌ای رو بخری که واقعاً 1 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه اگر که با این شرکت، با این کارخونه، با این دارایی بودی، احساس پشیمونی تو هیچ لحظهش نداشته باشی. پس من رو همراهی کن تا من گوشه گوشه این تابلو و تمام نکاتی که از این سایت، از سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در موردش آگاهی دارم، اینها رو بهت انتقال بدم و ازش بتونی کسب منفعت داشته باشی.